گناهگارم. دویدم از قفای نفس، بیماندم در بلای نفس، بیمردم از جفای نفس. خداوندا گناهگارم، ز عشق یاری بی پروا شدم مجنونی و ویلا. فراموشم بشد دنیا، خداوندا گناهگارم، خداوندا گناهگارم. سلام و درود نثارتان باد شنوندگان عزیز رادیو موجر، دوستداران برنامه‌های فرهنگی فراغت. عزیزان دل، شام فرا رسید. شام است که پر از مهر، محبت، صمیمیت. شام است که پر از انمان قلب‌های سرشار از تمنیات. عزیزان دل، ساعت در مسکو 20 است. امروز 13 ینوار 2020 سال و شروع کردیم برنامه فرهنگی فراغت شام غریبان را روی موج رادیو موجر. عزیزان دل، فراموش نکنید در برابر اونه که صدای ما را روی موج رادیو موجر میشنوید، همچنین در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاست، یوتیوب، طریق نواری ویدیویی آنلاین تماشا کردن میتوانید ما را. دوستان عزیز، چون برنامه است، شام غریبان است، ما در اینجا از مهر و محبت و جهان و صمیمیت سخن میگیم. عزیزان، صورتهای درخواستی شما رو که صورتهایی که از جانب شما درخواست میشوند پخش میکنیم. از آن نگفته های میگوییم که همیشه مهر و وفا و صمیمیت باشد، همیشه دوستی باشد، همیشه عشق و عاشقی باشد. خب، چون برنامه بیشتر با صورتهای جالب و رنگ دلنشین تر میگردد، عزیزان در آغاز یک صورت رو پخش میکنیم، بعداً صحبت رو ادامه میدیم. تلفن های ما در استودیو فعال هستند، برای زنگ زدن فراموش نکنید. SMS پیامک های خود رو نیز بفرستید و همچنین اگر گفتنی دارید مستقیما میتوانید زنگ بزنید. Allah
دوستان عزیز، اینجا استودیو مرکزی رادیو موجیر است. عزیزان دل، برنامه شما غریبان است. از لطف، مهر و مهربانی و جهان و صمیمیت، عشق و عشقی سخن میگویم. عزیزان دل، صورتهای درخواستی که از جانب شما پیشنهاد میگردد حتما پخش خواهیم کرد. برای با ما در تماس گرفتن تلفن های استودیو مرکزی رادیو موجیر فعال است. عزیزان، تلفن ها برای تماس 8965 151 0410 8967 111 56 46. می توانید مستقیما تماس بگیرید یا اینکه طریق مسنجر های وایبر، واتساپ ما SMS پیامک های خود را بنویسید و بفرستید. حتما که اون چیزی که شما می نویسید، اون درخواستی که شما میکنید، حتما که برآورده می سازیم. دوستان، چون همیشگی در آغاز شام غریبان میخوام تاریخ روز رو ورق زنیم. دوستانی من، که چی گپ بود امروز در جهان. خب امروز 13 ینور است عزیزان. در توگو روزی آزادی، در روسیه روزی مطبوعات و در لیتوا روزی حمایتگران آزادی می باشد. در این روز سال 1703 در روسیه اولین شماره روزنامه ویدمستی نشر شد. در این روز سال 1993 در پاریس کنونسیا درباره منع نمودن کارکرد، استحصال، جمع‌آوری و استفاده یارق شیمیایی و نابود کردن آن قبول کرده شد. سال 2000 در این روز بزرگترین شخص جهان بیل گیتس از راهبری شرکت مایکروسافت رفت و این وظیفه را به ذمه استیو بالمر گذاشت. در این روز سال 2010 در نیویورک جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد اومد به مسئله همکاری سازمان‌های منطقوی در پاسداری صلح و امنیت برگزار گردید. خب دوستان، در این روز سال 1840 کشتی چرخی لکسینگتون که زیر پرچم ایالات متحده آمریکا از نیویورک به سمت استونینگتون در حال حرکت بود، دچار صدمه شد که در نتیجه سوختار در داخل کشتی 40 نفر جان باخته بودند. خب در این روز سال 1892 در آبسنگ‌های زیریابی بحری جنوبی چین کشتی بوغی بریتانیایی سقوط کرد. در نتیجه 414 نفر کشته شدند. خب دوستان، در این روز سال 1977 در شهر الماتای قزاقستان هواپیمای تو 104 سرنگون شد. این هواپیما متعلق به شرکت هواپیمای ایرفلوت بود و به خطسیر خبرسک نوسیبیرسک الماتا پرواز میکرد. همه 90 مسافر و سرنشین آن هلاک گردیدند. خب چنانکه گفتم، جشن‌ها در این روز جشن گرفته می شود. در توگو روزی آزادی، در روسیه روزی مطبوع، در لیتوا روزی حمایتگران آزادی. خب در تاجیکستان 13 ینور کی به دنیا آمده است؟ عظیمجان امینجانوف، دکتر علم شیمی، پروفسور عضو وابسته اکادمی علم‌های تاجیکستان. یوری گولکچف، دکتر علم طب، پروفسور. گلچهره نعیمова، شاعره. دایلامبی قاسیمова، ژورنالیست، یکی از پایه‌گذاران مطبوعات و رادیوی تاجیک. منظوره کوشانова، دکتر علمی اقتصاد، پروفسور. یوری سویتکوف، معمار. فتحالله عمرов، کارگردان تئاتر، هنرپیشه شایسته تاجیکستان. جمشید عثمانوف، کینورژیسور. فاروق خوجاєв، رسام. الکسی شرشاوین، دکتر علم طب و پروفسور در این روز در تاجیکستان به دنیا آمدند. خب عزیزان دل، شما نیز به خاطر بیارید امروز 13 ینور سال 2020 است، روز دوشنبه است، آغاز هفته است و در خاطر بیارید کدامی از نزدیکان، دوستان، پیوندان شما در این روز زاد روز دارند. گوشی تلفن رو بگیرید، زنگ بزنید به استودیو مرکزی رادیو موجیر، پیام و سلام خود رو بفرستید، شاد باششون بگویید. ما نیز در تبریکاتی شما همراه میشویم و مطمئن هستم که دلشان شاد می شود. صاحب جشن ها را فراموش نکنید دوستان، به خاطر بیارید کدامی از نزدیکان، دوستان، پیوندان و یاران شما امروز زاد روز دارند، حتما که شادباشی خود را بفرستید. خب اینجا آغاز برنامه که هست عزیزان، با یک جهان سلامی پر از مهر و محبت بار دیگر نثارتان میکنم نفرانی که تازه به برنامه ما پیوستید. خب آغاز است، چون میخواهم از فرهاد دریا سرود سلام علیک رو یک جا میشنویم عزیزان، بعدا با صحبت های گرم رو ادامه میدیم.
Cape Town, Salam Alaikum, Baghdad, Salam Alaikum, Tehran, Salam Alaikum, Saigon, Salam Alaikum, Abu Dhabi, Guatemala, Abu Dhabi, Guatemala, Salam Alaikum, Istanbul, Salam Alaikum, Al-Mecca, Shalom Alaikum, Jerusalem, Islamabad, Jerusalem, Islamabad. Yeah. Give us a piece of peace. Yeah. Give us a piece of love. Give us a piece of peace. Yeah. Give us a piece of love. Give us a piece of peace. Yeah. Give us a piece of love. Give us a piece of peace. Yeah. Give us a piece of love. ای دوست بگو بر همه مردم خوب که نه از شرق و شمال نه هم از غرب و جنوب خانم مشرق شور غزل مولاناست منزلم مغرب اندوه پر از رنگ غروب بنویسد نشانی مرا خانه دوست که نه از سنگ به نارشته نه از خشتون جو چار سویش همه برنگ و برنگی عشق من از شرق و شمال نه هم از غرب و جنوب من از شرق و شمال نه هم از غرب و جنوب من از شرق و شمال نه هم از غرب و جنوب من زرد تو سرخ یا نارنجی شویم آمین I'm yellow, you're red, let's become orange. Amen. Give us a piece of peace, yeah. Give us a piece of love. Give us a piece of peace, yeah. Give us a piece of love. Give us a piece of peace, yeah. Give us a piece of love. Give us a piece of peace, yeah. Give us a piece of love. خب دوستان عزیز سرود سلام علیک رو در اجرای فرهاد دریا شنیدید که کلی انمون دنیا رو با یک طرز به خود خاص سلام و پیام درود خود رو فرستادند با یک سرود جذابشان. خب عزیزان این سرود رو برای هر یک که شما وقت بخشیدم میگویند وفا چون درخت بود میوه‌دار کجا هر زمان نباید ببار چی نیکو ترست از وفادار دوست وفاداری از دوستان بس نکست. در اینجا یک شنونده ما اسمشان با حرف د اشاره شده است در این ما همین گونه نامش اشاره شده است نویسنده است سلام علیکم رادیو موجیر و آنهایی که بی صبرانه برنامه شام غریبان را انتظار بودند. راوی خوش صدا یک سرود مورگی نگین منقلاب را برای مخلصان صادق رادیو جمالستان و پیموهیره بانو تاج شاهان و دیگران میبخشم از نام من گفته است.
баъдан идома додааст ва акай Мустафо куҷо шуданд ки камнамо ҳастанд, як саломи дигаре ба онҳо гуфтааст. хуб дӯстони азиз, ин нафар яке аз шунавандагони доимии мост ва як сурудро аз Нигина Боно Амонқулова дархост кардааст ва ба кулли дигар шунавандагони мо ки мешиносандашон, мешунаванд, якдигарро гӯш мекунанд, моро гӯш мекунанд, ба онҳо бахшиданд ва исми чанде аз онҳоро гирифтанд. дар инҷо ба шумо низ салому даруди худро мерасонем аз он ки моро мешунавед. ҷаҳони сипос ва ин барнома баҳри фароғати шумост азизон. ба ҳамин хотир ном гузоштаем шоми ғарибон, шомест ки пур аз меҳр, вафо, самимият, шомест ки қалбҳоро ба ҳам наздик мекунад, шомест ки дӯстиву рафоқатро боз ҳам зиёдатар мегардонад. дар инҷо меҳру вафову самимият ҳамеша аз сухан, аз ватан, аз меҳан, аз модар аст. ман дӯстони азиз бо кӯмаки коргардони азизамон суруди Нигина Боно Амонқуловаро омода кардаем, пахш мекунем. дар инҷо аз номи ҳамин нафаре ки исмаш бо ҳарфи ди лотинӣ ишора шудааст, дар имо ҳамин гуна навишта шудааст исмаш. сурудро мебахшем ба кулли шунавандагони мо, ба он нафароне ки алҳол моро шунида истодаанд. месарояд Нигина Амонқулова ва Дамирбек Голимов. کبوتر بودم و پرواز کردم، همون لحظه به دلدار رسیدم. کبوتر بودم و پرواز کردم، همون لحظه به دلدار رسیدم. جانانای من تو میروی من چی کنم یاره، همون لحظه به دلدار رسیدم. کبوتر بودم و پرواز کردم، همون لحظه به دلدار رسیدم. نگارا اینقدر قهر و غضب چیستی، همون لحظه به دلدار رسیدم. کبوتر بودم و پرواز کردم، همون لحظه به دلدار رسیدم. دلت به من نمیسوزد سبب چیستی، همون لحظه به دلدار رسیدم. کبوتر بودم و پرواز کردم، همون لحظه به دلدار رسیدم. شبی که تو نباشی من نخندم، همون لحظه به دلدار رسیدم. کبوتر بودم و پرواز کردم، همون لحظه به دلدار رسیدم. به کجا روم ز دردت، چی دوا کنم چی چاره. به کجا روم ز دردت، چی دوا کنم چی چاره. دل من ز غصه خون شد، جگرم هزار پاره. دل من ز غصه خون شد، جگرم هزار پاره. گل سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری، گل سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری. شب و روز من غمگینم تو زی من خبر نداری، شب و روز من غمگینم تو زی من خبر نداری. به کجا روم ز دردت، چی دوا کنم چی چاره. به کجا روم
صدا نداره. دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، شام غریبان رو مستقیما روی موج رادیوی موجیر میشنوید. همچنین در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیک، یوتیوب، طریق نواری ویدیویی آنلاین عزیزان ما رو هم تماشا کرده میتونید و هم میشنوید. خب دوستان عزیز، محمد جان در ایمان نویسنده است. سلام علیکم، روی خوش صدا و شنوندگان محترم، یک سرود است فریدون تیلا، سرود مادر التماس میندارم گفته است. حتما درخواست شما رو بیان آورد میگیریم، حتما پخش میکنیم. یک سرود از فریدون تیلا، سرود مادرش رو مخصوصا از کارگردان عزیز خواهش میکنم سرود رو آماده کردن گیرند. پیش از این نامه عزیزان در واتساپ یک لحظه من نظر کنم. 4329 نویسنده است. چه خیلی عشق است که نفهمیدم، چه خیلی عشق است که نویسنده است. چه خیلی عشق است که از عشق پاک هیچ چیز رو ندیدم گفته است. این نفر شاید در عشق جبر دیده باشند، شاید نمیدونم، یگان حالت ناگواری ده هستند، یگان جهت منفی دیده باشند از عشق، نمیدونم. الحال من به شما میفهمانم. دیگر آن شهر شادی بس که خاموش است، دیگر آن خنده بیغم فراموش است، دیگر معنی ندارد این شب و روزم، دیگر خونابه غم ها مرانوش است. عشق گفتید و چگونه عشق پاک گفتید. حاضر من سرود شبنم تاج‌الدین رو پخش میکنم، یک جا میشنویم، معنی سرود رو اهمیت میدیم، بعدا میفهمیم که عشق و عاشقی چیست عزیزان. نفرانی که مخصوصا همون دلشون به عشق و عاشقی است. شبی که نباشی شراره های دل بمیرن، پرنده ها گریزن از آشیانه خود، سراغی هم دیگر نگیرن. مبادا شبی که نباشی شراره های دل بمیرن، پرنده ها گریزن از آشیانه خود، سراغی هم دیگر نگیرن. نفس نفس همون شوند، اسیر دستشون شوند. برای بودن من تو باید بمانی، چو سایه ها با پشت دیوار. با دل تنها بیاری، تمنا بیاری، و مثل هر دقیقه تکرار. نباشی دلگیرم، و زندانی جدایی ها بمیرم. نباشی نابودم، علاوه هجر تو سوزن وجودم. دل تنها بیاری، تمنا بیاری.
نباشی 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 دلگیرم با زندانی جدایی ها بمیرم نباشی 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 نابودم علاوه هجر تو سوزد وجودم دوستان شنیدید شبنم تاج‌الدین چی سرایدند؟ مبادا. خب عزیزان دل، گفتنی هستم که محبت را زیماهی باید آموخت که عذابش برون آره بمیرد. عشق چنانه باشد که مثل انمون ماهی و آب، نه اینکه مثل انمون تشریف خلیل یک حزل خوب هم میکنند که همه چی رو برده در کیک میزنند این گونه نه، همه چی رو در عشق زدن هم نه، این کار نادرست است. محبت را زیماهی باید آموخت که عذابش برون آره بمیرد. دوستان من، همین گونه محبت باشد که همیشه پایدار باشد، صمیمی باشد، حقیقی باشد. خب در این جاننامه های دیگر است عزیزان میخواهم نظر کنیم. دلشاد خدای بخشف نویسنده است: سلام علیک روی محترم، یک سرود از فریدون طلا. من سرود رو من آماده کردم، اینجا کارگردان عزیزی ما آماده کردند سرود رو و الحال همین سرود فریدون طلا رو پخش میکنیم. اینجا یک نفر دیگر نویسنده است، این چطوری بیت بی‌معنی گفته است: دولتمند خور فروماند. خب نامعلوم که خواندنش مشکل است، راستی چی می نویسند، بعضا به همون طرز می نویسند که عموما خواندنش. خب از آدینه هاشم گفتند. خب به هر حال این نفر نمیدونم چی گفتنشون رو خودشون نیز به فکرم نفهمیدند. عزیزان سروده که پخش کردیم از شبنم تاج‌الدین شاید به این نفر پسند نآمده باشد، لیکن شما به معنیش دقت می‌دادید، به مضمون شعر دقت می‌دادید. خب هر نفر عزیزان قضاوت خودشون. به هر حال سرود درخواسته اینجا که از نام دلشاد خدای بخشف و یک نفر دیگر در ایما با نام محمد جان از فریدون طلا درخواست کرده بودند. اینجا کارگردان یک سرود فریدون طلا، سرود مادر را آماده کرده است. با یاد مادران میشویم یک لحظه عزیزان دل. نفرانی که در نزد مادران هستید حتما بگویید که مادر جان من تو را دوست می‌دارم. اگر دور هستید از مادران حتما که گوشی رو بگیرید، زنگ بزنید و بگویید که مادر جان من تو را دوست می‌دارم. حتما این کارو کنید، هیچ فراموش نکنید. هر زمان و هر روز و هر ساعت اگر که بگویید که مادر جان من تو را دوست می‌دارم، باز هم کم است و باز هم کم است. هر ساعت و هر زمان این کلمه را باید تکرار کرد. فریدون طلا را میشنویم، سرود مادر. مادری جان چشم و ابروی تو را پزمان شدم، از دوری ها شوله‌ای روی تو را پزمان شدم. خواب میکردم براحت در سری زانوی تو، دور و مجور ماند از آنوی تو را پزمان شدم. دور و مجور ماند از آنوی تو را پزمان شدم. ای مادرم قامتم خم گشت گویا در غریبی مادرم،
در غریبی قدیدی جویی خود را بفرستید، سرودهای خود را درخواست کنید. نگین بانو نبی و یکی از شنوندگان دویمی ما در کامنت فیسبوک نویسنده است شام بخیر باشد به همه هموطنان غریب و کارمندان پخش مستقیم. یک سرود در اجرای ظفر ناظم گفته است. با شما تشکر. با شام شما نیز بخیر شادی باشد. شما امیدوار هستم که یک شام عاشقانه باشد، شامی باشد که با مهر و صمیمیت. خب در اینجا یک سرود آماده کرده ایم از شادروان استاد ظفر ناظم از مهر و وفای تاجیکستان عزیزی خدامان می سراید. من گفتنی هستم که روز من سر می شود هر روز با شعر وطن، شاد بادا راه تو تا نیک باشد روز من. می کند شعر دلاشو بد مرا از خود بدر، تا بدهرم می کند صد ریشه پیوند دیگر. استاد ظفر ناظم شادروان می سرایند. سرود رو در اجرای ظفر ناظم می شنویم. آیا ای اهل دل اهل کشور، آیا ای مردم آزاد مینبر، سرودم حرف شکر رو بنیازی، درودم شیوه از آریان فر، سرودم حرف شکر رو بنیازی، درودم شیوه از آریان فر. ای کشوری من، ای سروری من، ای کشوری من، ای سروری من، ای دور من، دوران من، ای بخت بی پایان من، ای دور من، دوران من، ای بخت بی پایان من. آیا ای تاجیکی هوشیار بیدار، بیاید شهرتی پیشین به تکرار، تو را روح بزرگان از مددگار، وطن دار ای وطن دار ای وطن دار. ای کشوری من، ای سروری من، ای کشوری من، ای سروری من، ای دور من، دوران من، ای بخت بی پایان من، ای دور من، دوران من، ای بخت بی پایان من. نوید آمد از آل سامان، توان یابد صفا از تاجیکستان. مبارک شهریار این حسن شاهی، وطن دار ای وطن دار ای وطن دار. ای کشوری من، ای سروری من، ای کشوری من، ای سروری من، ای دور من، دوران من، ای بخت بی پایان من، ای دور من، دوران من، ای بخت بی پایان من. خب دوستان عزیز خاطر نشان میکنم ادامه برنامه فرهنگی فراغتی
شام غریبان است. شام است پر از مهر، محبت، یک جهان صمیمیت. ساعت در مسکو 20:40 دقیقه است. امروز 13 ینور 2020 سال است. فرصت غنیمت است. با انجام برنامه نه آنقدر وقت زیادی دیگر مانده است دوستان. به خاطر بیارید، فعال باشید، در یاد بگیرید که کدام از دوستان نزدیکان شما، پیوندان شما زود درست دارند جشن‌های فرخنده یگان سنه در خاطر دارید. میتونید زنگ بزنید، امروز ما مستقیما هم صحبت شوید و سلام و درود خود رو نیز همچنین به دوستان و پیوندان بفرستید. حتما که این جوابی عملی نیک رو شما نیز میگیرید و حتما که دوستان و نزدیکان شما نیز طریق برنامه ما به شما سلام و درود میفرستند. خب در اینجا عزیز شاه شکر 2 مرتبه نویسنده است، درخواست کرده است که برادر اگر امکان باشد سرود یدیم سلطان اورگان را بگذارید گفته است. یدیم من الکی فهمیدم کدام سرود رو میگید. خب من از کارگردان خواهش میکنم این سرود رو آماده کند. سرود رو گفته است اورگان و مراد، 2 مرتبه نویسنده است. یدیم на дискотеку سلطان اورگان و مراد رو گفته است. خب سرود رو من نیز نقص میدونم، در خاطر دارم کدام سرود رو در نظر دارند حتما پخش میکنیم. از کارگردان خواهش میکنم سرود رو آماده کنند. و عزیزان دل، تلفن های ما در استودیو فعال هستند، میتونید زنگ بزنید، امروز ما مستقیما در تماس شوید. 8965 151 0410 8967 111 56 46. خب سرود آماده است دوستان، یک جا میشنویم. Едем в соседнее село на дискотеку. Едем на дискотеку со своей фонотекой. Едем с гаража угнав папину победу. Едем в соседнее село на дискотеку. Весна, на улице опять весна, а пацанам соседским, как и мне, не до сна. Коты, орали за окном, скоты рвали на куски мне душу. Где же ты? Она меня с ума свела. Она покой и болю забрала. И почему так сладостно от боли? Позабыл я все пути, потерял пароли. Едем в соседнее село на дискотеку. Едем на дискотеку со своей фонотекой. Едем с гаража угнав папину победу. Едем в соседнее село на дискотеку. Особенного в этой не пойму особенно. Я ничего с собой поделать не способен. Не знал я, что к беде такой не приспособлен. Да уж таким, как я, не дают и премию Нобель. Но сами ноги к ней меня сыком зовут. На дискотеку сами в пляс идут. Меня окутала безудержно туманом. Вот она пришла, любовь эта окаянная. Едем в соседнее село на дискотеку. Едем на дискотеку со своей фонотекой. Едем с гаража угнав папину победу. Едем в соседнее село на дискотеку.
едем в соседнее село на дискотеку. Едем, едем на дискотеку со своей фонотекой. Едем, едем с гаража угнав папину победу. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Едем, едем на дискотеку со своей фонотекой. Едем, едем с гаража угнав папину победу. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. А до деревни той далеко, туда добраться будет нелегко. Сначала переехать все мосты и как-нибудь объехать все посты. Но я ведь знаю, ждешь меня, ждешь ты. Пускай всю ночь орут за окном коты. Я полюбы нарву тебе цветы. Мы едем, едем в соседнее село. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй. خب عزیزان ادامه میدیم برنامه فرهنگی فراغتی شام غریبان رو. اینجا یک نفر جهان سیتی همین گونه اسمش نوشته شده است، اگر خطا نکنم نویسنده است. یک سرود از اودینه هاشم پخش کنید. از شادروان اودینه هاشم من خواهش میکردم از کارگردان که از کارگردان آواز یک سرود آماده میکردند. خب در اینجا شاه مراد حیاتزاد گفته است سلام به همه کارمندان، زنگ زدم به سبب پخش سرود بند بودند. در اجرای سراینده ایرانی حمید عسکری یک سرود پخش کنید گفته است. حتما درخواست شما رو به نوبت میگیریم شنونده عزیز، حتما که سرود نوبتی رو پخش خواهیم کرد در اجرای این سراینده که شما درخواست کرده اید. خب عزیزان دل، اینجا وقتی که داشته به برنامه نه قدر زیاد است و من کوشش میکنم که همه آن سرودهایی که درخواست میشوند زود پخش کنیم. سخن رو کم میکنیم، عمل رو بیشتر میگردونیم عزیزان، تا اینکه همه سرودهای درخواستی پخش کردند. شامتان یک شام گوارا و شام پر از نمون لبخندهای زندگی باشد. سرود را در اجرای شادروان و دینواشی میشنویم. نگاه دیگران جانی به خود آر گرفت، خاک را از قدمت رتبه گلزار گرفت. از گل های چمن زینت دستار گرفت. من چه گفتم که دیدی نازکت آزار گرفت. خاطرت از من به چاره به یک بار گرفت. خاطرت از من به چاره به یک بار گرفت. جمعی بیادی قدر چون توتی در پیغانم، جمعی شوق رویت بیمار و ناتوانم. بعضی شهید هر سو از تیری ابروانم، بعضی چون چه دل خون از خنده لبانم. چشمان من برویت در عاشقی شمانم، از رشک یک دیگر را دیدن نمیتوانم. از رشک یک دیگر را دیدن نمیتوانند. روده به بزمی جانان از ناز کش نشستی، با قصد جانی عاشق طرفی کلاه شکستی. دستم اگر نگیری هنگامی تنگ دستی،
چشمای من بروید در عاشقی چنانند از رشک یک دیگر را دیدن نمیتوانند از رشک یک دیگر را دیدن نمیتوانند سرویسی قدر در باغ مانده حیران نادیدار از اطراف زد غنچه چاک دامان نرگیسی چشمی مستد افکنده سر به دامان چشمای من بروید در عاشقی چنانند از رشک یک دیگر را دیدن نمیتوانند از رشک یک دیگر را دیدن نمیتوانند چشمان من بروید در عاشقی چنانند از رشک یک دیگر را دیدن نمیتوانند از رشک یک دیگر را دیدن نمیتوانند گل جامه در از شوقی روید عنبر شکند یک قدری موید گل جامه در از شوقی روید عنبر شکند یک قدری موید زهری غمیش که تو چشیدم راحت سری موزی تو ندیدم باری علمت بسه کشیدم تا آن که به عاشقی رسیدم گل جامه درد شوقی روید عنبر شکند قدری موید گل جامه درد شوقی روید عنبر شکند قدری موید مه را چی مناسبت بگوید گل را چی مثل برنگ بگوید آتش نشود حریفی خوید فردوس نمونه کوید گل جامه درد شوقی روید عنبر شکند قدری موید گل جامه درد شوقی روید عنبر شکند قدری موید عنبر شکند قدری موید. خب دوستان عزیز سرود درخواستی بود در اجرای شادروان و دین هاشم شنیدید و اینجا محمد جان یک شنونده ما که پیشتر سرود از فریدون تریلو درخواست کرده بودند سرود ما در ما پخش کردیم در اینجا بار دیگر نویسنده است من منتداری خود را به شما میرسانم سلامت باشید خواهش مرا رد نکردید گفته است شنونده عزیز و هم به شما میگویم و هم به کل دیگر نفرانی که صدای مرا میشنوند الحال دوستان عزیز در اینجا هم از زحمت ما بهر شماست در اینجا نه یک من بلکه هیئت ایجادی هیئت تکنیکی هیئت مشاوره اینجا فعالیت میکنند بهر شما هم از زحمت های ما دوستان عزیز بهر فراغت و استراحت شماست هر آنچه که ما میکنیم بهر بالادروهی شماست بهر خوشی و خرسندی شماست از آن چیزی که از جانب شما درخواست می شود شنوندگان عزیز تا جایی که امکان هست کوشش میکنیم از حد زیاد که خواهشتون رو اجرا کنیم سرودهای درخواستی هست در اینجا از حمید اسکری یک سرود است در نوبت درخواستی ایستاده است و وقت نه اونقدر زیاد مانده است عزیزان کوشش میکنم بعد از این یک سرود دیگری درخواستی پخش کنم پاره شده بی تو آواره شده هر روز به یه جور می سوزوندی دل من خسته شده مرغ پربسته شده میگی همینیه که هستی نمیشه از تو رد بشم بدجوری وابسته شدم واسط مهم نبود که بودم حق من این نبود که تو حالا به هم بگی برو منی که عاشق تو بودم خسته شدم از این همه نیرنگ تو فقط برو هرچی که دارم مال تو خسته شدم از این همه در به دری دیگه مهم نیست که ندارم تو را خسته شدم از این همه نیرنگ تو فقط برو هرچی که دارم
جاییه که هستی، نمیشه از تو رد بشم، بدجوری وابسته شدم، واسط مهم نبود که بودم، حق من این نبود که تو حالا بهم بگی برو، منی که عاشق تو بودم. خسته شدم از این همه نیرنگ تو، فقط برو هرچی که دارم مال تو. خسته شدم از این همه در به دری، دیگه مهم نیست که ندارم تو رو. خسته شدم از این همه نیرنگ تو، فقط برو هرچی که دارم مال تو. خسته شدم از این همه در به دری، دیگه مهم نیست که ندارم تو رو. دوستان عزیز، اینجا وقت جدا گردیده به برنامه ما به انجام رسید. طول یک ساعته که توانستم اگر آن خواهش‌های شما را اجرا کردم، توانستم اگر تا یک اندازه چی گویم مهر و محبت شما را زیاده گردانم، توانسته باشم اگر در یک ساعت در لبتان یک تبسم را پیدا کرده باشم، به نهایت خود را خوشحال حس میکنم. به همه شما شب خوش و با فراغت را، شب عاشقانه، شب پر از مهر را تمنا دارم دوستان من. و مصرع شعری با یادم میآید که باز آمدن زی رفتن خورشید دور نیست، گر زندگی است دیده به دیدار میرسد. فراموش نکنید هر روز از ساعت 20 شروع میگردد برنامه شام غریبان، ساعت 20 به وقت مسکو، یعنی که 8 بیگاه دوستان. به هر یک شما شب خوش و با سعادت و با فراغت را تمنا دارم عزیزان. با شما خیر و خوش میکنیم دوستان. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. گذشت در تلاشی قسمت و موسینا، باز یک خورشید ما را ترک گفت، ماهی نو پیدا شدن در افیشان. باز یک خورشید ما را ترک گفت، ماهی نو پیدا شدن در افیشان. شب بخیر هم نشینان، شب بخیر، شب بخیر هم زمینان، شب بخیر، شب بخیر هم نشینان، شب بخیر، شب بخیر هم زمینان، شب بخیر. باز یک روز گذشت و در بود، صفحه را از کتابی زندگی. باز یک روز گذشت و در بود، صفحه را از کتابی زندگی. ای خوشم کس کی در این رد و بدل، جوید و بد حسابی زندگی. ای خوشم کس کی در این رد و بدل، جوید و بد حسابی زندگی. شب بخیر دوست داران، شب بخیر، شب بخیر کامگاران، شب بخیر. شب بخیر دوست داران، شب بخیر، شب بخیر کامگاران، شب بخیر. باز تاریکی و بر یادم رسید، چشمایی خیره بینی مادرم، دورم از او تا کی باشد دست یار، در نفسهای پسینی مادرم. دورم از او تا کی باشد دست
است یاد در نفس‌های پسینی مادرم. شب بخیر مادری جان، شب بخیر، شب بخیر مادری جان، شب بخیر، شب بخیر مادری جان، شب بخیر، شب بخیر مادری جان، شب بخیر. ما همه فرزندی ایامی خودیم، شادمانیم من در آغوش زمان. ما همه فرزندی ایامی خودیم، شادمانیم من در آغوش زمان. آنچنان خوشنام باید زیستن تا مبادا کس فراموشی زمان. آنچنان خوشنام باید زیستن تا مبادا کس فراموشی زمان. شب بخیر هم نشینان، شب بخیر، شب بخیر هم زمینان، شب بخیر، شب بخیر دوست داران، شب بخیر، شب بخیر کامگاران، شب بخیر، شب بخیر هم دیاران، شب بخیر، شب بخیر هم زمینان، شب بخیر، شب بخیر هم دیاران، شب بخیر، شب بخیر هم زمینان، شب بخیر، شب بخیر هم دیاران، شب بخیر، شب بخیر هم زمینان، شب بخیر، شب بخیر هم دیاران، شب بخیر، شب بخیر هم زمینان، شب بخیر. اطلاعات صحیح، شرح واقعه‌های روز، خبر و گزارش‌های جالب و شنیدنی از تحولات تاجیکستان، روسیه و جهان در برنامه اطلاعاتی خبر. همه روزه با پخش مستقیم از استودیوی مرکزی رادیو